در مؤسسه دولتی اصولخانه ملی تاجیکستان بخشیده به تشریف نوبتی مهمانان عالی‌قدر پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم میرزیوف شوکت میرامونوویچ نمایش موضوع تاجیکستان و ازبکستان در مسیر دوستی و سازندگی برگزار گردید. در این نمایش از فوند اصولخانه ملی تاجیکستان یک قطار اکسپونات‌های نادر، مصور و نیمپیکره‌ها، کتاب و عکس‌ها، گلدان و ارمغان‌ها، قالین‌های دستباف پیشنهاد شدند که از دستاوردهای این دو خلق تاریخی در مسیر دوستی و سازندگی قصه می‌کنند. واقعاً دوستی و برادری در دوره به استقلال و آزادی رسیدن جمهوری تاجیکستان و ازبکستان سطح صفتا نو کسب نمود. خاصتا در این جاده سهم رهبران دو کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم میرزیوف شوکت میرامونوویچ خیلی بزرگ است. بنابراین در آغاز نمایش توسط عکس‌ها دستاوردهای سالهای آخر نایل گردیده در این سمت معرفی گردید. در نمایش امروزه زیاده از 40 عدد اکسپونات ها که از فوند اصولخانه ملی تاجیکستان گرفته شدند به نمایش گذاشته می شوند و باید گفت که این اکسپونات ها سالهای گوناگون به خزینه اصولخانه ملی تاجیکستان وارد گشتند و همه این گواهی از آن میدهد که مناسبت های حسنه فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان هنوز از زمانهای پیش سرچشمه گرفته بود و روز به روز رشد و نمو یافت و امروز به سطح شریکی استراتژی دولت آماده رسیده است. در قسمت دیگری نمایش یک قطار ارمغان‌ها، لعلی با نقش و نگار شرقی، امثله ریگستان سمرقند، منیتور شرقی در چوب که از جانب رهبریت عالی جمهوری ازبکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحفه گردیده است به نمایش برآورده شده است. همزمان در نمایش موضوعهای تاریخی تاجیکستان و ازبکستان توسط مصوره و کتاب و مجله ها انعکاس یافته. در مرکز نمایش پیکره دوستان، نمایندگان ادبیات این دو ملت، استاد و شاگرد مولانا عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی پیشنهاد تماشابینان شدند.